خب الان چه فایده داری نماز میخونی؟ آیا نماز خوندن کاری میکنه؟ اگر تو معنای واقعی نماز رو بفهمی، اون کمک میکنه به بیداری تو. وقتی میگی الله اکبر یعنی چی؟ یعنی یه کسی وجود داره بزرگتر از هر چیزی که تو فکرشو بکنی. سلام، مهرداد هستم، به کانال خودتون ذهن ثروت ساز خوش اومدید. اگر تو اینو باور داشته باشی که وقتی میگی الله اکبر یعنی کسی بزرگتر وجود داره، آیا تو نگران میشی؟ پس ترس ما از چیه؟ وقتی ما میگیم الله اکبر یعنی یک کسی بزرگتر وجود داره و میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی یک کسی هست که ما رو یاری میکنه. بعد ترس ما از چی باشه؟ چرا باید از بالا رفتن نرخ تورم، بالا رفتن نرخ ارز نگران باشی؟ چرا؟ وقتی تو میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی یک کسی هست که مرا یاری کنه، فقط من از تو یاری میگیرم، یا تو دروغ میگی که پروردگار من از تو یاری میخوام و کمک میخوام، یا اینکه تو داری از پول داری کمک میگیری، میگی پول کم نشی که حالم بد نشه، پول کم نشی که تو هچل نیفتم، پول کم نشی تو گرفتاری نیفتم. پس او کجاست؟ پس 1000 رکعت بخون، 1000 رکعت بخون، هی بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتفاقی میفته، چیزی میشه، به خدایی چی نمیشه. اگر اینطوریه پس ما یه رادیو ضبط بذاریم که برای اون نماز بخونه، یا یه ربات بذاریم که برای اون نماز بخونه. اگه باور داری که صراط الذین انعمت علیهم یعنی یه راهی پر از نعمت وجود داره، خب چرا بار سنگین برمیداری؟ پس معنی صراط الذین انعمت علیهم یعنی چی؟ قدیما میگفتم بهش جاییه که دستتو دراز کنی هر چی بخوای بهت میدن. بهش همینجاست دقیقاً. برای کسی که تو مسیره. خدا خودش گفته بنده من تو چی میخوای از من؟ آب میخوای، دون میخوای، نون میخوای، هر چی بخوای بهت میدم. پس چرا میترسی؟ اگر گیر کردی سنگ تو من برمیدارم. پس وقتی که بهت آب میدم، دون میدم، نون میدم، مشکلت کجاست؟ ترست از چیه؟ خب به نظر من همه اینا مشکل از عدم ایمانه که ما داریم.